به نام پروردگار یکتای بی همتا. شکر ذات یکتایی را که ما را از کجندیشی و بداندیشی رهایی بخشید و به صراط مستقیمش هدایت فرمود و درود و سلام بی پایان بر روان پاک حضرت سرور و سردار فرزندان آدم محمد ابن عبدالله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه می باشید، خدمت تک تک شما عزیزان و سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمت صحت و تندرستی بهره‌مند بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه با موضوع جدید در خدمت شما هستیم و به اجازه شما سروران خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس دایمی برنامه هم عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد فاتح خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستن عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما استاد بزرگوار هستم. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. خب بینندگان عزیز و گرامی، همانگونه که اشاره کردم با موضوع جدید از مباحثی که در برنامه بازسازی اندیشه مطرح میکنیم در خدمت شما هستیم و امروز با موضوع فرقه ناجیه هستیم. فرقه‌ای که همه امروز ادعا میکنند که فرقه ناجیه هستند و مستحق دخول جنت هستند، طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند افترقت اليهود على 71 فرقه فواحده في الجنه و 70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقه فواحده في الجنه و 71 في النار والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و 72 في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم الجماعة. امروز در ارتباط با اینکه چه فرقه ناجیه هست و دارای چه صفات و چه ویژگی ها و همچنین چه ممیزات اند صحبت میکنیم. جناب استاد فاتح، اگر صحبت را از اینجا آغاز کنیم که فرقه ناجیه چه فرقه است، چه میگیم؟ جناب استاد، حقیقتا فرقه ناجیه آنچنان که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فرقه منصوره با آنها گفته شده و در کتب عقیده اهل سنت و جماعت به این گروه اشاره میشه در کتب مختلفی که در باب عقیده و در باب فکر و اندیشه اسلامی و شکل تفکر یک مسلمان نوشته شده که یک مسلمان دارای چی تفکری باشه، دارای چی اندیشه‌ای باشه و چگونه بیاندیشه و رسم و روش تفکر و اندیشیدن را به او یاد داده و به او تعلیم داده. در این کتب حقیقتا فرقه ناجیه یا فرقه منصوره ذکر شده و چنانچه شما میدانید متاسفانه امروز گروه های مختلفی خودشان را منتسب میکنن به فرقه ناجیه و میگن که ما فرقه ناجیه هستیم و ما فرقه منصوره هستیم و سر این دعواها برا میاندازن و دیگر فرق و دیگر گروه ها را باطل اعلان میکنن
و در برابر اینها گروه دیگری که ما حقیقتا به اینها اهل تفریط میگن، میآیند و تلاش میکنن تا این احادیثی که در این باب آمده احادیث را تضعیف کنن یا احادیث را انکار بکنن، بگن احادیث موضوع دروغ به رسول الله علیه السلام نسبت داده شده. اما ما این گونه نمیگوییم، بلکه میگوییم که احادیث صحیح هست، آن گونه‌ای که البته روایاتی که ثابت شده، چون در پهلوی آن باز برخی از روایات دروغ و روایات موضوعی هم چسبیده. روایاتی که صحیح و ثابت ما آنها را قبول داریم و فرقه ناجیه را آنگونه‌ای که رسول الله علیه السلام تعریف کردن تعریف میکنیم، نه آنگونه‌ای که بر اساس خواهشات نفسانی ما باشه و بر اساس هوای ما باشه و بگین که والله ما فرقه ناجیه هستیم بدون هیچ دلیلی. چون شما میدانین که ائمه بزرگوار میگن فرقی که در میان اهل سنت و اهل بدعت هست یک فرق بسیار کلی هست. میگن اهل سنت و جماعت اول یک چیزی در موردش استدلال میکنن، بعد به او عقیده و باور پیدا میکنن. اما اهل بدعت اول عقیده و باورشان را بر آن استوار میکنن، بعد در موردش استدلال میکنن، یعنی دلیل سازی میکنن. این حقیقتا فرق بسیار کلی هست در میان اهل سنت و اهل بدعت. هرگاهی که شما دیدین یک نفر عقیده داره و بر اساس عقیده خود استدلال نداره، بفهمین که این نفر از اهل بدعته. حالا بر اساس خواهشات نفسانی خود یک حرف میزنه و خیلی راحت از روی آن میگذره. اما اهل سنت و جماعت بر اساس ضوابط و بر اساس اصول و مستندات و بر اساس اسنادی که در دست دارن عقیده خود را مبتنی میکنن و عقیده خودشان را پایه‌گذاری میکنن. بنابراین ما اهل سنت و جماعت میگن که فرقه ناجیه فرقه هست که رسول الله علیه السلام آن را تعریف کردن. خب جناب استاد فاطر، شما در خلال صحبتتان به ذکر ضعیف بودن و قوی بودن حدیث، صحیح و ضعیف بودن حدیث اشاره کردین. چه بهتر است از نگاه سندی هم این حدیث برای بیننده ها توضیح بدین تا اینکه مطمئن شون که حدیث صحیح است، یا نه اینکه قبلا اگر میخواین تعریف کنین اختیار شما؟ بله جناب استاد، حقیقتا اگر خواسته باشیم در بحث اسنادی حدیث یا در بحث متن حدیث، شما میدانید وقتی ما حدیث صحیح میگین هم در سند حدیث مربوط میشه و هم به متن حدیث مربوط میشه. از نظر سندی و از نظر متنی رجال احادیثی که ما میخواهیم با آن استناد بکنین ثقات هستند و رجال آن صحیح هستند و از نظر متنی هم هیچ نوع اشکال نداره، یعنی تعارضی با ادله دیگر نداره و تعارضی با قرآن کریم نداره و کاملا احادیث صحیحه. اگرچه برخی ها آمدن برخی از این روایات را، نه به صورت کلی، برخی از این روایات را تضعیف کردن. چون ما گفتیم که در کتب عقیده و در کتب اصول اهل سنت و در کتبی که در باب باور یک مسلمان و عقیده یک مسلمان و اندیشه و فکر یک مسلمان نوشته شده، این احادیث درجه. و از نظر دیگر از کتب احادیث که حقیقتا اهل سنت و جماعت الحمدلله پربارترین کتب در باب حدیث دارند و این یکی از تمیزی هست که میان اهل سنت و اهل بدعت هست که بر اساس اسناد و بر اساس سند کل دین خود را گرفتند. احادیث صحیحی در کتب صحیح وجود داره و علما در مورد آنها حرف زدن. اگرچه این احادیث حقیقتا در صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث نیست، ولی برخی ها به همین واسطه حدیث را انکار میکنن که گویا چون در بخاری و مسلم نیست حدیث قابل اعتبار نیست. ولی این حقیقتا یعنی کسی که اندک معلوماتی در مورد کتب حدیث داشته باشه، این حرف از او خیلی بعیده که بگه هر حدیثی در بخاری و مسلم نباشه حدیث صحیح نیست. حدیث صحیح نیست، بلکه احادیث صحیح چون نه بخاری و نه مسلم هیچ کدام اینها نیامدن که بگن ما احادیث صحیح میاریم و غیر از آنها دیگه حدیثی هر حدیثی که در کتاب ما باشه صحیحه و غیر آن صحیح نیست، همچون حرفی نزده. حتی امام بخاری رحمه الله از او ثابته که میگه ما از احادیث صحیح زیادی که حفظ داشتم، از 200,000 حدیث صحیح که حفظ داشتم، ما این احادیث رو گلچین کردم، احادیث یا 100,000 حدیث اینها رو گلچین کردم. و شما وقتی که حساب بکنین احادیث بخاری بسیار اندکه که از 10,000 هم نمیگذره. پس بناهن احادیث صحیح منحصر در این دو کتاب نیست، بلکه در کتب دیگری هم موجوده که در کتب مسانید، در کتب جوامع، در کتب معاجم احادیث صحیح فراوان موجوده. پس این احادیثی که ما ان شاء الله در مورد آن حرف میزنیم اینها در سلسله کتب صحیح هست و اگر خواسته باشیم ما در مورد رجال آن هم صحبت میکنیم ان شاء الله. من سوال به خاطر مطرح کردم جناب استاد گرامی که بیننده ما مطمئن باشه که حدیث صحیح است. وقتی ما این فرقه را یا این گروه که به نام گروه ناجیه یاد میشه از خلال احادیث معرفی میکنیم، ما در حرفهای ما و صحبتهای ما
تکیه بر حدیث صحیح میکنیم. بدون شک. بدون شک. ما مثلا جناب استاد آنچه که حقیقتا روایتی که امام ترمذی رحمه الله روایت میکنه و امام ابی داود هم روایت میکنه و امام احمد هم در مسند خود روایت میکنه، این حدیث را از یک طریق که طریق محمد ابن عمرو ابن علقمه هست نقل میکنه و او از ابی سلمه و ابی سلمه از ابی هریره رضی الله تعالی عنه. این یک طریق هست که امام ترمذی حدیث را تصحیح کرده و امام ابن حبان تصحیح کرده و حاکم هم تصحیح کرده و منذری هم تصحیح کرده و شاطبی هم در اعتصام تصحیح کرده و سیوطی هم در جامع الصغیر تصحیح کرده و امام زین الدین عراقی هم حدیث گفته حدیث خوبی است. و این یک طریقه هست، چون این حدیث از طرق مختلف روایت شده. روایت دیگری که یا از طریق دیگری که هست از طریق صفوان ابن عمرو هست که او از ازهر ابن عبدالله نقل میکنه از ابی عامر از معاویه ابن ابی سفیان رضی الله تعالی عنه روایت میکنه و او از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که امام حاکم این حدیث رو در مستدرک حاکم تصحیح میکنه و همچنین حافظ عراقی هم حدیث در تخریج الاحیا حدیث حقیقتا او میگه حدیث خوبی است و امام امیرالمؤمنین امام ابن حجر رحمه الله هم حدیث حسن میدانه و همچنین دیگه کسایی که او تصحیح میکنن امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است که در کتاب اقتضاء الصراط این حدیث تصحیح میکنه و دیگر معاصرین هم فکر کنم احمد شاکر و امام بله یعنی اینها چون ائمه حدیث هستند یا بگین استوانه های بزرگی از حدیثی هستند، یعنی وقتی میگین استوانه بزرگ به این معنا نیست که در تمام امور یعنی قول آنها قابل اعتماد و قابل اجماع باشه، چون از این حرف ما برخی ها یعنی سوء برداشت میکنن. وقتی ما میگن از استوانه ها یا از پایه های بزرگ علمی اهل سنت به خصوص در باب حدیث هستند، اینها باز میچسبن به یک باب دیگری و داخل میشن از راه های دیگر، راه های شیطانی دیگر که والله فلان جا چنین گفته و فلان جا چنین گفته. و شما میدانید که اهل سنت و جماعت یک منهج بسیار خوبی که دارن و اصلا از صفات فرقه ناجیه اینه که هیچ حرف بدون دلیل نمیپذیرن و بدون دلیل قبول نمیکنن. هر کس میخواد باشه جایگاه او محفوظه، مادامی که بر اساس قواعد و اصول که آنها عقیده خود را اهل سنت و جماعت میگیرن برابر باشه. خیلی خوب نباشه حرفش قابل اعتبار نیست و خودش هم این حرف را میگه حتی از ائمه بزرگوار. به هر صورت این جناب استاد این کوتاه حرفی بود در مورد طرقی که یا برخی از طرقی که نمیشه به صورت کلی گفت که یعنی طرق اصلی همینها هستن و دیگه طرق این حدیث نداره. از طرقی که اینها احادیث مرفوع بود، حتی احادیث موقوفی هم در این مورد نقل شده از برخی از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین که دلالت بر این میکنه. و همچنین ائمه بزرگوار گفتیم کتبی که در باب عقیده نوشتن این حدیث رو در کتب خود درج کردن و این حقیقتا صحبت کوتاهی بود از صحت حدیث. بله حدیث افتراق. و اما تعریف فرقه ناجیه طبق حدیث بس فرقه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که فی الجنه. درست است؟ بله. 72 فی النار. بله. و واحده فی الجنه. بله فی الجنه. بله. خب جناب استاد از صفات این فرقه بگین، از صفات گروه اگر خاطر شناخت. بله اگر جناب استاد اجازه بدین که قبل از آن من این حدیثی که گفتم طرق آنها را گفتم یک روایتی بکنین برای بینندگان عزیز به خاطر از اینکه استفاده بیشتری بشه و حتی برخی از این صفات در این احادیث موجوده. برخی از این صفات در این مورد موجوده و مشخص شده. رسول الله علیه و السلام اینها را مشخص کردن که این فرقه کیها هستند. حدیثی که امام ترمذی رحمه الله در شماره حدیث 2640 روایت میکنه و ابی داود در حدیث شماره 4596 و در کتاب سنن خود سنن ابی داود و همچنین امام احمد رحمه الله در کتاب المسند خود جزء دوم صفحه 332 نقل میکنه از طریق محمد ابن عمرو ابن علقمه روایت میکنه از ابی سلمه و ابی سلمه از ابی هریره رضی الله عنه و ابی هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل قول میکنه که پیامبر علیه السلام فرمودن تفرقت اليهود على 71 او 72 فرقه. پیامبر علیه السلام فرمودن که یهود بر 71 فرقه یا 72 فرقه و نصارا همچنین مثل ذلك، یعنی بر 72 فرقه تقسیم شدن و تفرق پیدا کردن و تفترق امتی على 73 فرقه. و رسول الله علیه السلام میفرمایند امت من بر 73 فرقه تقسیم میشوند و تفرقه در میان آنها به وجود میاد و 73 فرقه تقسیم میشن. این خب اثبات اینه که رسول الله علیه السلام قبلا این حرف را گفتن که امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند.
اما حدیث دیگر جناب استاد، حدیث دیگری که حقیقتا از معاویه ابن ابی سفیان هست، خال المؤمنین رضی الله تعالی عنه و عن ابیه رضی الله تعالی عنه، میگه که رسول الله علیه الصلاه و السلام، این حدیث هم حقیقتا امام ابی داود روایت کرده در حدیث 4597 و همچنین در مسند احمد هم آمده. امام احمد رحمه الله در مسند خود روایت کرده، حدیث جلد 4 صفحه 102. و همچنین این حدیث از طریق از صفوان ابن عمرو هست که به هر حال از معاویه رضی الله عنه بعد از رجالش نقل میشه که میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قام فینا فقال، میگه رسول الله علیه السلام در میان ما برخاستند و فرمودند ان اهل الكتاب افترقوا فی دینهم علی 72 مله، اهل کتاب بر 72 فرقه تقسیم شدند و میفرمایند که در ادامه رسول الله علیه السلام میفرمایند و ان هذه الامه، این امت من، ستفترق على 73 مله كلها في النار الا واحده، همه اینها در آتش جهنمند مگر یکی از اینها. اگر چی در باب کلها فی النار الا واحده برخی ها حرف میزنن میگن این اضافه، ولی حقیقتا اینه که محفوظه، یعنی از نظر و اصطلاح حدیثی محفوظ، یعنی به این معنا که این حدیث ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، منکر نیست. بله. و هی الجماعه، رسول الله علیه و السلام میفرمایند که اینها جماعت هستند، یعنی کسی که فرقه که مستحق دخول جنت هستند. بله، اینها جماعت هستند. و حتی در روایات دیگری آمده که از سواد الاعظم، اینها جمع بزرگی از مسلمان ها هستند، جمع بزرگی از مسلمان ها را تشکیل میدهند. و در روایت دیگری رسول الله علیه السلام میفرمایند، حقیقتا در این روایت در سنن ابی داود هم در سنن ترمذی آمده این روایت که رسول الله علیه السلام وقتی سوال میشن میگن که امت من بر 73 فرقه تقسیم می شوند. سوال میکنن از پیامبر علیه السلام. این حدیث حقیقتا در سنن ترمذی آمده، حدیث 2641. از رسول الله علیه السلام سوال میشه و من هی یا رسول الله، این فرقه چی کسانی هستند ای پیامبر؟ برای ما بگین که اینها چی کسانی هستند، توضیح بدین. بله، پیامبر علیه السلام میفرمایند ما انا علیه و اصحابی، آنها کسانی هستند که بر راه و روش من و صحابه من هستند. و شبیه این را جناب استاد در کتب عقیده هم موجوده، مثلا در کتاب الشریعه، کتاب الشریعه از آجوری رحمه الله، آجوری بغدادی که متوفای سال 360 هست، نقل میکنه این حدیث را و به صورت کلی اصلا باب میگذاره در این مورد، میایه که میگه که به هر حال حدیث فرقه ناجیه را پرسان میکنه، میگه وقتی سوال میشه از پیامبر علیه السلام که من ناجیه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ما انا علیه و اصحابی، و در حدیث دیگر آمده از سواد الاعظم، و همچنین میگه که در حدیث دیگر آمده واحد فی الجنه و هی الجماعه. بعد میایه امام آجوری رحمه الله در کتاب الشریعه در مجلد اول صفحه 302 میایه به تفصیل در این مورد صحبت میکنه. و کسانی که در باب عقیده جناب استاد در این مورد صحبت میکنن زیاد هستند، شرح السنه همچنین از للبربهاری و همچنین کتب دیگری که در باب عقیده نوشته شده به صورت کلی در این مورد صحبت میشه. و همچنین در کتاب شرح السنه بغوی هم آمده، حقیقتا در این مورد صحبت کرده و گفته که ثبت عن عبدالله ابن عمرو، بعد آمده روایت گفته که از رسول الله علیه السلام وقتی سوال شد که من هی یا رسول الله، ای پیامبر اینها چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمودند ما انا علیه و اصحابی، اینها کسانی هستند که من بر راه و روش من و صحابی من هستند. و در روایت دیگری آمده که ما انا علیه اليوم و اصحابی. از این بخش که متاسفانه روافض استدلال میکنن، میگن بله این ارتباط به کسانی میگیره که بعد از رسول الله کسانی که مرتد میشن پیامبر منظورشان اونها نیستن، نعوذ بالله. و همان فکره باطله و فکره صحابه را که مسلمان میدونن که خب به هر حال میگن همان چند نفری که هستن رسول الله علیه السلام منظورشان همون 7 نفری که مسلمان میگن یا کمتر. ما همیشه اگر یادتان باشه جناب استاد در اول برنامه هم گفتیم که اهل بدعت یکی از خرابی هایی که اینها دارن و یکی واقعا از بدی هایی که دارن اینه که اینها انصاف ندارن، به خصوص در این باب، در باب صحابه انصاف و خرج نمیدن. و خیلی راحت در هر جایی که نام صحابه باشه خیلی راحت کوشش میکنن که یک لطمه به دین وارد بکنن، چون علما و ائمه بزرگوار میفرمایند که کسانی که به صحابه خورده میگیرن در حقیقت به دین خورده میگیرن. منظورشان صحابه نیست، بلکه منظورشان زدن دین هست. و به همین واسطه شما ببینید بیشترین افراد از صحابه که چی از زنان و چی از مردان که بیشترین خدمت را
به امت اسلامی کردند و به اسلام کردند، چی در باب احادیث، چی در باب قرآن، چی در ابواب مختلف که برای نگهداری اسلام تلاش کردند، بیشترین دشمنی را روافض با همین افراد دارند. این را جناب استاد با قوت میگم، میتونم این را ثابت بکنم که روافض فقط بیشترین دشمنیشان با صحابی است و با اصحابی است که آنها بیشترین خدمت را به اسلام کردند و این واضحه، خیلی آشکاره و این دلالت صریحی بر این داره که اینها دشمنیشان با دین هست، دشمنیشان با قرآن هست و دشمنیشان با اسلام هست و صحابه را فقط اینها یک وسیله قرار دادن برای زدن دین و حتی اگر برایشان برابر بشه خیلی راحت به ازواج مطهرات هم دشنام میدن و اگر احیانا برابر بشه به رسول الله علیه السلام هم ابایی ندارن که چیزی بگوین، فقط این که عقیده باطل و عقیده منحرف خودشان را به کرسی بنشانند. به هر صورت جناب استاد اینها حقیقتا برخی از صفاتی بود که رسول الله علیه السلام برای تعریف اینها را تعریف کردند که اینها فرقه ناجیه هستند. در یک حدیث چی آمده بود؟ اینا آمده بود که رسول الله علیه السلام میگن الجماعه. در حدیث دیگه السواد الاعظم آمده. در حدیث دیگه آمده که ما انا علیه و اصحابی. اینها کسانی هستند که بر راه و روش من و صحابه من قرار دارند. به خاطر این صحابه را رسول الله علیه السلام میگن که قرآن کریم در این مورد چی میگه؟ میگه که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان صحابه را پیامبر الله سبحانه و تعالی در سوره بقره حقیقتا میاد معیار ایمان دیگران قرار میده. میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر اینها ایمان آوردن به مثل ما آمنتم، به مثل آن چیزی که شما ایمان آوردید. اینها کی هستند که الله متعالی آنها را خطاب قرار میده؟ بعد میگه که فقد اهتدوا، اینها هدایت میشن. و رسول الله علیه السلام در اینجا چی میگن؟ ما انا علیه و اصحابی. این فرقه ناجیه کسانی هستند که بر راه و روش من و صحابه من قرار دارن. اینها حقیقتا تعریف کوتاهی بود جناب استاد از فرقه ناجیه که رسول الله علیه السلام برای ما تعریف میکنند. تشکر استاد فاتح گرامی. اگر اجازه بدیم ما به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی در این لحظات یک میان برنامه را میگیریم و پس از دیدن این میان برنامه انشاءالله به موضوع ما را دنبال خواهیم کرد. أمر الله تعالى أن نقرأ القرآن وأن نتلوه. كان عثمان رضي الله تعالى عنه يفتح المصحف ويتلو منه آناء الليل وأطراف النهار، فقال له بعضهم يا عثمان لو خففت على نفسك، فقال والله لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله، تلوموني أن أصرف الساعات فيه، والله لو طهرت قلوبكم وصحت من الأمراض، والله لو طهرت قلوبكم وصحت ما شبعتم من كتاب الله. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقرأه فيقف عند عجائبه ويتدبر في آياته. في الصحيح أن حذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلة فقام بين يديه، قام مأموما معه، قال فقرأ صلى الله عليه وسلم سورة البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. قال حذيفة وكان صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية رحمة فيسأل الله الرحمة، وإن مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه، وإن مر بآية تسبيح سبح الله تعالى. يقرأ مترسلا متأنيا متدبرا يفقه ماذا يقرأ. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم. جناب استاد عبدالرحمن فاتح قبل از میان برنامه در ارتباط و تعریف و آشنایی با فرقه ناجیه از خلال احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مفصلا صحبت کردن و فرقه ناجیه را تعریف کردن. و جناب استاد فاتح سوال دیگری که در ذهن ما خطور کرد اینجا کلمه چیز بود، والذی نفسی بیده لتفترقن امتی.
بله. در اینجا برخیا میگن که اینجا امتی منظور از امتی امت اجابت است و یا امت دعوت. و اگر میشه قبل از اینکه شما به منظور حدیث که امت اجابت است یا امت دعوت، خود اصلا امت دعوت و اجابت تعریف کنین که بر نزد بیننده های عزیز و گرامی ما اشکال رفع شود که امت اجابت کیست و امت دعوت کیست. جناب استاد، حقیقتا این هم یک بحثیه که برخی ها شبهه‌ای به این مورد وارد میکنن، حتی برخی از علما هم به این نظر هستند. به هر صورت امت دعوت و امت اجابت، امت دعوت کسانی هستند که بالعموم در دنیا زندگی میکنند، چی در زمان رسول الله علیه السلام و چی در زمان ما. بله. عموم وقتی میگین منظور مسلمان و غیر مسلمان در بر میگیره، حتی مشرک، یهودی، نصرانی، مجوسی، همه اینها امت دعوتن. امت دعوت، همه اینها امت دعوتن، کسایی که به اسلام دعوت میشن. بله، اینها کسانی هستند که عموما چون رسول الله علیه السلام به صورت کلی برای همه بشر فرستاده شدن، بله. همه انسانیت و همه بشریت بر ما لازمه که دین به اونها ابلاغ بکنیم و دین اونها رو دعوت بکنیم به سوی اسلام. بله. اونها رو دعوت بکنیم به سوی اسلام و اسلام به اونها عرضه بکنیم. بله. و بفهمانیم که این اسلامه، این بله. اسلامه، و به همین واسطه به اینها عموما میگن امت دعوت. اما امت اجابت کسانی هستند که دعوت رسول الله علیه السلام را اجابت کردند، یعنی مسلمان ها. پس وقتی میگن امت رسول الله علیه السلام به صورت کلی منظور ما امت اجابته. بله. یعنی حتی علما هم وقتی صحبت میکنن که امت رسول الله علیه السلام عموما منظورشان امت اجابته، نه امت دعوت. چون به صورت کلی همه امت رسول الله علیه السلام میشن. یکی امت دعوته که باید به او دعوت برسه، یکی امت اجابته که قبول میکنه و ان شاء الله اگر خوب باشه و بر اساس دین عمل بکنه ان شاء الله که فرقه ناجیه خواهد بود. پس در این حدیث جناب استاد، در این حدیث منظور از امتی که آمده یا هذه الامه آمده، منظور امت دعوت نیست، بلکه امت اجابته. یعنی مسلمان امت هستن. رسول الله. بله، امت رسول الله کسانی که بر پیامبر ایمان آوردن، پیامبر قبول کردن ولی به خطا رفتن. کسانی که به خطا رفتن اینها همان 72 فرقه هستند و فرقه واحد که وارد بهشت میشه و فرقه ناجیه هست. به دلیل چی؟ چرا ما این را از کجا میگین؟ از پیش خود خب نمیشه یک حرف زد. به دلیل خود حدیث که رسول الله علیه السلام اول یهود و نصارا را نقل میکنن، بعد امت خودشان را مقارنه میکنن با یهود و نصارا. پس اینجا اگر منظورشان امت دعوت می بود، پس یهود و نصارا داخل میشدن، نیازی به مقارنه نبود. بله. نیازی نبود که اینها را با هم، به هر حال اینها را با هم برابر بکنند و بگن این بر حق، این بنا حق، یهود و نصارا این گونه شدن و امت من این گونه میشن. پس وقتی که رسول الله علیه السلام میگن ان هذه الامه، این حقیقتا یا امتی میگن منظورشان امت اجابت، نه امت دعوت، به دلیل خود حدیث که در لفظ حدیث این بحث موجوده. خب جناب استاد فاتح گرامی، البته هیچ کس، هیچ مسلمان نیست که آرزو نداشته باشه یا نخواهه که جزو فرقه ناجیه باشه، جزو گروه ناجیه باشه، جزو فرقه و گروه باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت دخول به بهشت و دخول به جنت یا ورود به جنت را به ایشان داده باشه. ما به خاطر از اینکه بفهمیم که از جمله فرقه ناجیه هستیم یا نیستیم، به خاطر فهمی از و درک ای نیاز داریم که صفات فرقه ناجیه را بدانیم، ویژگی های فرقه ناجیه را بدانیم که اینا از چی ویژگی ها و چه صفات برخوردار هستن. بعد از اون ببینیم گویا یک قالب است که آیا ما در این قالب هستیم یا نیستیم. جناب استاد، حقیقتا در مورد صفات فرقه ناجیه آنچه که از مجموع روایات بگین یا برخی از آیات قرآن کریم و همچنین اقوال ائمه بزرگوار، اگر به صورت کلی اینها را جمع بکنیم، بنده بر 5 فقره فقط اشاره میکنم. یا به هر حال 5 صفت بگین. بله، 5 صفت بگین که در قالب اینها ان شاء الله دیگران هم داخل میشه و برخی از آنها را در ضمن بیان میکنم. یکی از این صفات فرقه ناجیه اینه که اتباع کتاب و سنت پیامبر علیه السلام را میکند و بر اساس کتاب و سنت
استدلال میکنن و بر اساس کتاب و سنت را و روششان را بنیان گذاری میکنن. چنانچه بنده گفتم که وقتی ائمه بزرگوار اهل سنت تعریف میکنن میگن اهل سنتی یستدلون ثم یعتقدون. اهل سنت کسانی هستند که استدلال میکنن بعد عقیده و باور خود را بر آن استدلال بنا میکنن. اما اهل بدعت چیکار میکنن؟ اول یعتقدون ثم یستدلون، اول اعتقادشان را بر آن پایه‌گذاری میکنن، بعد از آن بر اساس آن استدلال پیدا میکنن و دلیل پیدا میکنن. دنبال این کتاب بگرد، این کتاب بده، و دنبال این کتاب برو، به دنبال این کتاب برو، که از هر کدام یک چیزی بکشن و خلاصه عقیده فاسد خودشان را به ذهن مردم واریز بکنن. به هر صورت این یکی از حقیقتا صفات بسیار مهم و صفات بارزی است که اهل سنت یا به صورت کلی بگین فرقه ناجیه، چون ما ادعا میکنیم و ادعای خود را ثابت میکنیم که ما فرقه ناجیه هستیم. به این واسطه احیانا اهل سنت میگم و گاهی میگم فرقه ناجیه. به خاطر این که این صفات در ما الحمدلله غالب میآید، در ما خیلی برابر میآید و این صفات ان شاء الله که در اهل سنت و جماعت به صورت کلی هست. شاید کسای این بر آن بروند، ولی به صورت کلی عقیده اهل سنت ان شاء الله در آن فرقه ناجیه وجود داره و اینها فرقه ناجیه هستند. پس اولین صفت و اولین ویژگی اتباع کتاب و سنت و هیچ چیزی را بر کتاب و سنت تقدیم نمی کنند، پیش نمی کنند. بنای عقیده بر اساس استدلالی که از کتاب و سنت می کنند. بله. و اهل سنت و جماعت بگین یا فرقه ناجیه بگین. من اهل سنت و جماعت نمیگم به خاطر این که احیانا چون بیننده خودش تصمیم بگیره که این قالب در کی برابر میایه و در کی نمیایه. به این واسطه بیشتر دوست دارم که فرقه ناجیه بگم. این فرقه ناجیه جناب استاد گفتیم اولین صفتشان اینه که اتباع کتاب و سنت میکنن و هیچ چیزی را بر کتاب و سنت مقدم نمیدانند. نه عقل را، نه رأی را، نه مذهبی را، نه فکر را، نه اندیشه را. یعنی بر کسی تعصب ندارن جز کتاب و سنت. یعنی به این معنا که اگر شیخی آمد، مرجع تقلیدی آمد، آخوندی آمد، ملای آمد، عالمی آمد، یک حرفی گفت، اگر این حرفش مخالف کتاب و سنت باشه، هر کس میخوابشه میزنن به دیوار. حتی ائمه فرقه ناجیه خودشان بر این دیدگاه هستند، بر این فکر هستند. به عنوان مثال قولی که از امام ابو حنیفه رحمه الله و از امام شافعی رحمه الله ثابت شده و به سند صحیح ثابت شده، میگن که اذا صح الحديث فهو مذهبی. هم امام شافعی این حرف را میزنن و هم امام ابو حنیفه رحمهم الله، هر دویشان که الله متعال از هر دویشان راضی باشه، میگن که اگر حدیث به صحت رسید همان مذهب ماست. یعنی اتباع حق میکنن، نمیخوان که مردم کورکورانه تقلیدشان را بکنن. و بقیه ائمه بزرگوار، ائمه اهل سنت و جماعت اتباع کتاب و سنت میکنن جناب استاد و هیچ چیزی را بر قول رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم مقدم نمیدانند. به همین واسطه شما یکی از صفاتی که واقعا در داخل این صفت هست و فرعی هست، شما توجهی داشته باشین که فرقه ناجیه همیشه با کتاب و با سنت پیامبر، چی از نظر تلاوت و روایت و خواندن و چی از نظر شرح و تشریح اینها تلاش دارن. برخلاف اهل بدعت که همیشه به دنبال کتاب‌های دیگر هستند، اهل سنت و جماعت همیشه خودشان را میچسبانند به کتاب و سنت و کتاب و سنت را مقدم میدانند بر همه چیز. به همین واسطه میخوانند، تلاوت میکنند، تفسیر را مطالعه میکنند، شرح حدیث میخوانند، تلاش میکنند برای حفظ حدیث و از این قبیل که حقیقتا این هم در داخل آن هست. و همچنین تلاش میکنند برای اینکه حدیث صحیح و حدیث ضعیف را از هم فرق بکنند تا کلام رسول الله علیه السلام را به صورت خوب و به صورت واضح بدانند. و به همین واسطه اصول میگذارند برای حدیث صحیح و حدیث ضعیف که تا اینکه بفهمند که کدام یکی ثابته و کدام یکی ثابت نیست. این همه ایشان داخل میشه، همه اینها داخل میشه در چی؟ در اتباع کتاب و سنت. و همچنین جناب استاد صفت دوم اینها اینه که بدعت را ترک میکنن با تمام اقسام و انواعی که بدعت داره، چی بدعت اضافی باشه چی بدعت حقیقی باشه، اینها ترک میکنن. ترک میکنن نوآوری که در دین بدون دلیل و بدون حجت. رسول الله علیه السلام چی میفرمایند؟ میفرمایند که کل بدعت ضلاله، همه بدعت ها گمراهی است. بدعت در عبادت البته. بله، البته در روایت دیگری که در بخاری میآید از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگه من احدث فی امرنا
رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند من احدث فی امرنا. به خاطر این فی امرنا را تاکید میکنم جناب استاد که کسی نه بگه که پس امروز ماشین و لپتاپی که جلوی شماست این هم بدعت. نه، این بدعت نیست، این بدعت لغوی است، میشه بر اون استفاده کرد. ولی رسول الله وقتی بدعت تعریف میکنن میگن من احدث فی امرنا، کسی که در دین ما چیزی زیاد بکنه. میگن لپتاپ سنتی یا مستحب یا فرض یا واجبه، کی همچون حرف زده؟ امر دنیا هست، میشه که چه نوآوری دنیا رو استفاده کرد. کسی با این حرفی نداره. حرف بر اینه که بدعت در دین جناب استاد، بدعت در دین، این را همیشه تأکید باید بر روی این موضوع کرد. پس به هر صورت اهل فرقه ناجیه کسانی هستند که جناب استاد اینها ترک بدعت میکنن، بلکه با بدعت میجنگن، مبارزه میکنن با بدعت. همیشه که ما لفظ جنگیدن میگیم فکر میکنن همیشه باید شمشیری باشه و تفنگی باشه و به هر حال توپ و طیاره باشه. نه دیگه، همیشه این گونه نیست. احیانا در صدد مجازن استفاده میشه جناب استاد. بدعت از راه چی؟ از راه زبان باشه، چی از راه از استفاده میکنه. بله. چون جناب استاد من یک روزی یک روزی در یک جای در فیسبوک بود فکر کنم نوشته بودم که ما از قرآن خنجری داریم به دست، میزنیم بر فرق هر باطل پرست. این گونه یک کسی آمده بود گفته بود شما که همیشه زدن و گفتن یاد دارین. این بابا جان لفظ مجازی. کسایی که نمیفهمند مجاز و حقیقت نمیفهمند، احیانا یک لفظ بر غیر مراد خود استفاده میشه، بر غیر مراد خود استفاده میشه. کوبیدن با دلیل و حجت. بله، با دلیل و حجت. همیشه نیست که شمشیری باشه و شمشیر فکر میکنن همیشه همان است. به یک مرد شجاع میگن شیر، به این معنی نیست که واقعا شیر باشه. این مجازن استفاده میشه جناب استاد. به هر صورت اینها صفتی که گفتن، بله، اینها ترک بدعت میکنن و با بدعت میجنگن، ترک بدعت و مبارزه علیه بدعت میکنن، مبارزه با بدعت میکنن. شبهات و بدیها و زشتی هایی که شبهات بگین به صورت خاص، شبهاتی که بر علیه سنت پیامبر و بر علیه اسلام به وجود میای آنها را رد میکنن، آنها را جواب میدن. اینها حقیقتا از جمله صفات فرقه ناجیه هست. وقتی میگن ترک بدعت همه اینها رو در بر میگیره. و همچنین جناب استاد این رقم نیستن که اهل بدعت، اهل فرقه ناجیه ببخشید، اهل فرقه ناجیه اینها به شکل باشند که جزئی از دین را بگیرن و جزء دیگر را ترک بکنن. مثل برخی از مردم، نعوذ بالله، مثل یهود و نصارا. یهود که الله متعال در قرآن کریم میگه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، آیا شما پاره از کتاب ایمان میارید و پاره کتاب را ترک میکنید؟ این گونه نباشید. یعنی نمیشه که یک فرد مسلمان باشه ولی جزء از دین بگیره جزء دیگر را ترک بکنه. فرقه ناجیه به صورت کلی دین را قبول دارن، دین را به صورت کلی قبول میکنن و همچنان که الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به تمام به اسلام داخل بشید. این گونه نباشه که جزء از اسلام را بپذیرید و جزء از اسلام را قبول نکنید. مثل سوپرمارکت، وقتی داخل سوپرمارکت میشه یک چیزی میگیره از اینجا، یک چیزی میگیره، کل سوپرمارکت نمیگیره، یک چیز انتخابیه. دین انتخابی نیست. آنچه را که وقتی گفتی لا اله الا الله محمد رسول الله و قبول کردی، مثل اهل بدعت نمیشه که جزء از آن را بگیری جزء دیگر را تعویل بکنی، جزء دیگر را تحریف بکنی، جزء دیگر را بگی والله این بر اساس عقل من نیست، این والله خبر واحد، این والله فلان، این فلانه، بر اساس رأی و عقل همه چیز را ترک بکنی. وقتی میگن مسلمان، وقتی میگن فرقه ناجیه، کسانی هستند که قرآن و سنت را بر آن گونه‌ای که آمده قبول میکنن و میپذیرن و تمامش را قبول میکنن. و این یک از صفات بارز هست جناب استاد که در هر بابی، یعنی نصوص شریعت را قبول کردن، البته بعد از این که ثابت بشه، گفتیم ما در اول که بله به خاطر اینکه اتباع از کتاب و سنت میکنن، عقیده خود بعد از اثبات دلیل یا بر اساس دلیل چه میکنن؟ به خاطر که جناب استاد برخی ها متاسفانه وقتی که به دنبال حق نباشن، از بعضی از کلماتی که ما استفاده میکنین سوء استفاده نکنن. به این واسطه تاکید من زیاد هست و سوء استفاده بکنن که والله هنی در فلان کتاب هست. بنده و شما و دیگر اهل سنت و فرقه ناجیه را به صورت کلی بر چیزی ملزم میکنن که ما به او عقیده و باور نداریم. این واقعا خیلی غیر انصاف هست و بی انصافی هست که مرا بر چیزی ملزم بکنه، بر چیزی بگه تو عقیده داری که در حال من اون عقیده رو ندارم و اصلا به اون فکر نیستم و خلافش هستم. به هر صورت این هم یکی از صفات این هاست که جناب استاد به صورت کلی در دین داخل. صفت دومی بود یا صفت سومی؟ بله صفت سومی. صفت چهارمی اینه که تلاش میکنن برای جمع مسلمان ها، برای کلمه واحد مسلمان ها، یعنی این که مسلمان ها را در زیر یک پرچم جمع بکنن.
و این خیلی مهمه. و الله متعال در قرآن کریم چی میگه؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شما به ریسمان خدا چنگ بزنید. ریسمان الله قرآن کریم، سنت پیامبر ریسمان الله هستند، به اینها چنگ بزنید تا گمراه نشید. به همین واسطه که شما اهل سنت یا فرقه ناجیه را جناب استاد همیشه میبینید که اینها تلاش میکنن تا همه مسلمان ها زیر همین پرچم جمع بشن، زیر پرچم های شیاطین و زیر پرچم های دجال ها جمع نشن، بلکه زیر یک پرچم جمع بشن. اینها کلمه آنها واحد بشه، سخنشان یکی بشه. و سخن یکی شدن و برداشتن اختلافات، به خصوص اختلافات عقیدتی و اختلافات فکری و اندیشه‌ای در به نفع امت نیست. تفرق مسلمان ها به نفع امت نیست. برای مسلمان ها جز بدی و جز زشتی و جز خرابی چیز دیگری به بار نمیاره. مسلمان ها را تکه پارچه کردن چیزی جز بدبختی به مسلمان ها به بار نمیاره. و این جمع کردن بر اساس چی میشه؟ بر اساس دروغ و افترا و بر اساس کذب و بر اساس غیبت و بر اساس تهمت به دیگران نیست جناب استاد، بلکه بر اساس کتاب و سنت. دوست دارن که مردم را بر حق جمع بکنن، نه بر باطل. دوست دارن که مردم را بر حق جمع بکنن. و این یکی از صفات بارز و صفات بسیار مهم فرقه ناجی هست که تلاش میکنن صفوف مسلمان ها در باب توحید و اتباع از اسلام و قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی باشه و صفوف اینها پراکنده نشه، چون پراکندگی صفوف باعث بر این میشه که مسلمان ها قوت و شوکت و عزتشان از دست بره. و همچنین جناب استاد از صفات این فرقه ناجیه اینه که احیای سنت میکنن. سنت های پیامبر علیه السلام چی در زندگی فردی و چی در زندگی اجتماعی خود چیکار میکنن؟ آن را زنده میکنن. زنده کردن سنت های پیامبر علیه السلام یکی از صفات بارز و صفات مهمی است که حقیقتا فرقه ناجیه دارن. امر به معروف و نهی از منکر میکنن، جهاد در راه خدا میکنن، جهادی که به هر حال آنگونه‌ای که دین گفته، آنگونه‌ای که شریعت گفته، آنگونه‌ای که اسلام گفته. و همچنین تلاش میکنن که شریعت و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در جامعه و اولا در زندگی خود، در خانواده خود و در اجتماع خود به صورت خوب و به صورت درست آنگونه‌ای که شریعت گفته آن را اقامه بکنن و برپا بکنن. و این هم یکی از صفات مهم است که فرقه ناجیه دارن و در باب احیای سنت و در باب زنده کردن سنت پیامبر علیه السلام چنانچه قرآن میگه ولا یخافون لومة لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده ای هم نمیترسن و هراسی ندارن، بلکه سنت پیامبر و زنده کردن سنت پیامبر برایشان یک افتخار هست. و این حقیقتا جناب استاد این 5 پاراگرافی که بنده گفتم حقیقتا اینها یک شالوده ای بود از بحث‌های مهم و اساسی که در قرآن و سنت درباره فرقه ناجیه نقل شده و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم اشاره کرده به آن و پیامبر علیه السلام در سنت خود و همچنین سلف این امت و بزرگان این امت که حرفشان قابل اعتبار هست این نکات را. البته این صفات بارز است که میشه که در زیر هر صفت با صفات فرعی دیگری هم وجود داشته باشه. حالا جناب استاد به خاطر کمی وقت ما نمیتونیم که یعنی اگر خواسته باشیم فقط در مورد صفات اینها به صورت نکته‌وار صحبت بکنیم ممکنه که 2 برنامه را در بر بگیره. خب جناب استاد اگر اجازه بدین فقط من دوباره صفات چون مهم است. صفت اول گفتین که اتباع و پیروی از کتاب و سنت و بنا کردن عقیده بر اساس دلیل و حجت. بله. صفت اول فرقه ناجیه است. صفت دومش ترک بدعت و بیزاری از بدعت و مبارزه علیه بدعت. بدعت اینجا منظور بدعت در دین و بدعتی که در حدیث توضیح داده شده. و سوم قبول کردن همه دین و یا ولا داشتن به دین، به حق و نه بر اساس مذهب و نه بر اساس فرقه یا جماعت معین یا شیخ معین. یعنی ولایشان اتباعشان فقط از حق است و از دلیل است. خب چهارم تلاش میکنن فرقه ناجیه. یکی از صفات چهارمیشان است که مسلمان ها را زیر چتر واحد، زیر پرچم واحد جمع کنن و کلمه‌شان کلمه واحد بسازن. و پنجمین صفتی که شما ذکر کردین احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. درست است؟ بله بله. خب این بود جناب استاد فاتح صفات فرقه ناجیه. برخی ها ممیزات یا بگیم برتری های را هم
به فرقه ناجیه نسبت دادن که یک سلسله برتری هایی دارن نسبت به دیگرها. از این برتری ها و از ممیزات اینها رو بگیم. بله بدون شک جناب استاد، یکی از ممیزات یا یکی از برتری هایی که حقیقتا اسلام فرقه ناجیه داره، صورت کلی فرقه ناجیه داره، اینه که رسول الله علیه السلام از اینها تعریف میکنن، از اینها تعریف میکنن و میگن اینها وارد بهشت میشن، اینها کسانی هستند که در صف من و صحابه من هستن. این جناب استاد بزرگترین برتری هست برای اینها، بزرگترین خوبی هست برای این فرقه و برای این گروه. و همچنین از جمله ممیزات اینها جناب استاد و از جمله برتری هایی که یا بگیم مثل ویژگی های ویژه‌تر یا خاص‌تر که اینها را اینها جناب استاد حقیقتا کسانی هستند که اتفاق دارند بر عقیده خود، بر باور خود در هر گوشه از دنیا که باشند. این یکی از ممیزات اینها. ولی اهل بدعت این گونه نیستن جناب استاد، اهل بدعت این گونه نیستن، با هم متفاوتن. ولی فرقه ناجیه و یا سواد اعظم مسلمان ها در عقیده با هم یکی هستند. بله. در عقیده با هم یکی هستند و باید یکی باشند. بله. ما وقتی که اتباع گفتیم به این معنا که اینها باید یکی باشند جناب استاد. بله. یکی باشند. آن وقت میتوانیم با آن بگیم که فرقه ناجیه. و اینها در هر جایی که باشند در تمام اعصار. شما جناب استاد کتاب امام احمد ابن حنبل مثلا، کتاب الرد علی الجهمیه و الزنادقه امام احمد رحمه الله را باز کنید. کتاب الرد علی الجهمیه و الزنادقه امام ابن خزیمه را باز بکنید. یا کتاب توحید امام ابن خزیمه، ببخشید، کتاب توحید امام ابن خزیمه را باز بکنید. کتاب الفقه الاکبر امام ابو حنیفه را باز بکنید. کتاب الفقه الابسط امام ابو حنیفه رحمه الله را باز بکنید. کتاب شرح السنه را بربهاری را باز بکنید. کتاب اصول السنه امام عبدالله ابن احمد ابن حنبل را باز بکنید. و بقیه کتب که در باب عقیده جناب استاد چی در یعنی در ابواب مختلف عقیده نوشته شده یا در بحث‌های مختلف کل عقیده را در بر گرفته، یا در بحث صفات نوشته شده، یا در بحث اسما نوشته شده، در ابواب مختلف که در باب عقیده نوشته شده، شما جناب استاد این کتاب را باز بکنیم در حالی که مؤلف آن مثلا هزاران سال قبل از ما بوده. درسته؟ هزاران سال قبل از ما بوده. همان حرفی را میگه که امروز فرقه ناجیه و اهل سنت با آن خودشان را منسوب میکنن و همان حرف را میزنن. یعنی عصر تفاوت نمیکنه جناب استاد که در آن روز یک چیز گفته امروز یک چیز دیگری باشه. یعنی در عقیده و باور توافق در اصول عقیده با وجود تفاوت زمان و تفاوت عصر. بله، تفاوت زمان، تفاوت مکان. مثلا امام ابن حنبل امام احمد ابن حنبل در ایران بوده، در افغانستان بوده، در تاجیکستان بوده، در کجا بوده؟ امام ابو حنیفه رحمه الله در کجا بوده؟ در افغانستان. در افغانستان آمده، آیا در ایران آمده، در تاجیکستان آمده؟ امروز اهل سنت و جماعت، کسانی که اتباع کتاب و سنت میکنند و عقل خودشان را و رأی را بر کتاب و سنت مقدم نمیدانند در باب عقیده و باور خودشان، اینها همان فکر را دارن که همان ائمه داشتن، در حالی که اماکن فرق میکنه. و این یکی از ممیزات است جناب استاد. این ممیزه یا مشخصه نخست یا اول فرقه ناجیه بود. و همچنین جناب استاد اینها معتدلن در بین افراط و تفرید، چنانچه اگر یادشان میانه رو هستند. بله، میانه رو هستند در باب‌های مختلف. یعنی مثلا در باب ایمان بین خوارج و مرجئه، چنانچه اگر یادتان باشه ما در باب تکفیر هم در این مورد صحبت کردیم. در باب صفات بین مشبهه و بین معطله. یعنی رقم نیه که صفات الله را تشبیه بکنن و رقم نیه که صفات الله را انکار بکنن. صفات الله سبحانه و تعالی را آنگونه که در کتاب و سنت آمده قبول میکنن، بدون کیفیت دادن، بدون اینکه تمثیل بکنن، بدون اینکه تشبیه بکنن و بدون اینکه آن را تعطیل بکنن و انکار بکنن یا تحریف بکنن. و همچنین جناب استاد در باب قدر، قضا و قدر میبینین که بین قدریه و بین جبریه هستند. و همچنین اگر در باب صحابه بگین بین شیعه و بین نواصب هستند یا بین خوارج هستند. مثلا در باب اهل بیت بگین، در باب اهل بیت نه مثل شیعه هستند نه مثل نواصب هستند، نه مثل شیعه که افراط بکنن نه مثل نواصب که تفریط بکنن در باب اهل بیت رضی الله تعالی عنهم و علیهم السلام. این حقیقتا جناب استاد مسئله توسط یا مسئله اعتدال در بابهای مختلف
این از ممیزات فرقه ناجیه هست که اهل بدعت متاسفانه این خوبی ها را ندارند و این ممیزات را ندارند و این برتری ها را ندارند، یا افراط میکنن و یا تفریط میکنن. بله. و همچنین جناب استاد از صفات اینها اینه که، یا از ممیزات اینها بگین که اینه که نسبت اینها نسبت ربانیه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میگن نسبت ربانی به این معنا که خودشان را منسوب به یک فرد نمی کنن، بلکه میگن به اونها عموما چی میگن؟ اهل سنت میگن، اهل حدیث میگن، اهل اثر میگن و از این موضوعات. اهل سنت میگن، نمیگن که مثلا قدریه، نمیگن جبریه، نمیگن جهمیه، نمیگن معتزله. خلاصه هر کدام اینها یک انتسابی داره به سوی امامشان یا به سوی فکرشان. اما اهل سنت و جماعت خودشان را منسوب میکنن به سنت پیامبر علیه السلام. اهل سنت و جماعت اینها از صفات یا از ممیزات فرقه ناجیه بود که برخی از آنها را به خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی نقل کرد. خب این ممیزات اول گفتین اتفاق و اتحاد و عدم پراکندگی یا بگیم توافق در اصول عقیده در هر کجایی که هستند و در هر زمانی که زندگی میکنن. ممیزه دومی اینها وسطیت. خیلی معذرت میخوام از شما، جلو حرف شما را میگیرم. و دلیل هم اینه که چرا اینها در تمام اقطار و در تمام جاها یکی هستند، چون مصدرشان یکی است. بله. چون مصدرشان یکی است، مصدرشان با هم فرق نمیکنه. قرآن و سنته. هر جایی که شما برین، کتاب بخاری، کتاب مسلم، مثلا اهل سنت و جماعت، همون مصدر یکی است. چون از یک مصدر میگیرن، در هر جایی که باشن مصدرشان یکی است، فرق نمیکنه، عقیده و باورشان یکی است. خب ممیزه اول گفتیم توافق در اصول عقیده با وجود تغییر و تفاوت زمانی و مکانی. دوم اینها اهل وسطیت هستند، نه اهل غلو هستند و نه اهل تفرید. سوم انتمایشان انتمای ربانی است، به شخص معین یا گروه معین نسبت ندارن و منتمی نیستن. و چهارم رعایت حق الله در همه احکام. خب جناب استاد فاتح گرامی، ای بود برخی از ممیزات یا مشخصات ویژه فرقه ناجیه. حال سوال دیگری که اینجا جناب استاد مطرح میشه است که آیا فرقه ناجیه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتن که ینقسم امتی الى 73 فرقه، 73 فرقه یا 73 گروهی که در حدیث ذکر شده، این تعیین و تحدید شده یا ای که کم و زیاد میشه؟ چون امروز ما میبینیم که فرقه های بالاتر از 200 و 300 فرقه وجود داره. جناب استاد حقیقتا در این مورد علما دو قول دارن یا دو نظر دارن. برخی از علما معتقدن بر این که بر همین 73 فرقه منحصر میشه و تمام. از جمله مثلا کتاب الملل و النحل از شهرستانی مثلا آمده 73 فرقه حتی نام گرفته، و مثل او دیگرانی که در باب فرق و در باب مذاهب فکری کتب نوشته اند، البته برخی ها به این نظرن که بله بر همین 73 فرقه منحصر میشه. اما اگر سوال بر اینها مطرح بشه، که سوال بر این مردم و بر این گروه مطرح بشه که پس امروز ما میبینیم که گروه های مختلفی هستند، حتی از 73 فرقه بیشترند، پس شما در این چی میگن؟ میگن که اصول و قواعدی که در حقیقتا در باب فرقه هست بر همان 73 فرقه منحصر میشه، اما دیگران از اینها منشعب میشن. دیگر گروه ها وقتی که ما اصلشان را ببینین یک ارتباطی با یک اصلی از اینها داره، پس بنابراین بر 73 فرقه منحصره. اما برخی دیگر از علما میگن نه، وقتی که لفظ 73 آمده در زبان عربی میتونه که بالاتر از این باشه. منظور انحصار این کلمه نیست، انحصار این گروه ها و این فرقه ها بر 73 فرقه نیست، ممکنه که بالاتر از این هم استفاده بشه. و میگن این در زبان عربی احیانا اطلاق میشه، وقتی لفظ 70 مثلا استفاده میشه یا 7 استفاده میشه که بالاتر از این هم باشه، یعنی بالاتر از 73 فرقه. پس بنابراین اقوال علما در این مورد دو چیز هست که دو چیز را و دو قول را به خدمت شما عرض کردیم. حالا این یا این، به هر صورت این خیلی یعنی بحثی نیست که
قابل زیادتر تشویش بپیچیم. باشه. بله. خب چون این سوال ما به خاطر کردم که در ذهن بعضیا این سوال بله، خطور امکان میکنه. داره. بله. البته من اینجا جناب استاد فاتح نماینده بیننده هستم. بله، هر بله. سوالی که در ذهن ما آمد مطرح میکنم. بله. خب استاد فاتح گرامی اگر اجازه بدید ما به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی با هم یک میان برنامه را میبینیم. انشاءالله پس از این میان برنامه باز خواهیم گشت و صحبت شما عزیزان را خواهیم داشت. البته بعد از میان برنامه و بعد از اینکه تلفن های برنامه زیرنویس میشه. میان برنامه را میبینیم و برمیگردیم. السابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. لأهل البيت منزلة عظيمة لأهل البيت منزلة عظيمة وحب في ضمائرنا وقيمة نبجلهم ونكرمهم ونثني عليهم والقلوب لهم سليمة فقد نزلوا بحبهم عليها كما نزل الندى وحكى نعيما نواليهم ونبرأ من دليل يعاديهم وينطق بالشتيمة مصابيح على الظلماء تهدي مسيرتنا إلى السبل القويمة سلالة محتد ساب كريم وذكر المصطفى الهادي العظيم لأهل البيت منزلة عظيمة وحب في ضمائرنا وقيمة نبجلهم ونكرمهم ونثني عليهم والقلوب لهم سليمة وأحباب وأصهار كرام مع صحب النبي بلا خصومة كفى الآل الكرام عولا وفاخرا ثناء الله في الآية الكريمة عليهم حلية التطهير تاج تلوح عليه أمجاد صميمة فهذا حبنا دين وقربى وعهد وفاء لأسمقنا أروما لأهل البيت منزلة عظيمة وحب في ضمائرنا وقيمة نبجلهم ونكرمهم
ونثني عليهم والقلوب لهم سليما. لأهل البيت منزلة عظيمة وحب في ضمائرنا وقيمة. نبشرهم ونكرمهم ونثني عليهم والقلوب لهم سليما. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنایش به گستردگی آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. آن کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و الله نیکوکاران را دوست می دارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه بازسازی اندیشه با موضوعیت فرقه ناجیه کیست.
اگر اجازه بتین ابتدا از کارگردان عزیز خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنه، چون قبل از میان برنامه وعده کردیم که بعد از میان برنامه نوبت به بینندگان عزیز و گرامی خواهد بود و ایشان میتونن سوالاتشان و هر گفتنی که در ارتباط البته به موضوع برنامه داشته باشند در برنامه مطرح کنند. باز هم یک بار دیگر این قضیه را رویش تاکید میکنم که تلاش کنم بینندگان عزیز و گرامی که از موضوع برنامه خارج نشوند. صفات فرقه ناجیه را اینجا یک بار دیگر اگر اجازه بدین جناب استاد فاتح ما تکرار میکنم. اولین صفاتشان گفتن که اتباع و پیروی از کتاب و سنت میکنن، ترک بدعت میکنن و مبارزه علیه بدعت دارند و ولایشان به الله هست و دین به صورت کلی همش را قبول میکنن نه به صورت جزئی و برای جمع آوری مسلمانان زیر یک پرچم تلاش میکنن و به احیای سنت میپردازند و همچنین به برخی از ممیزات هم شما اشاره کردین. جناب استاد فاتح، اینجا یک سوال دیگری که شاید یک شبهه در ذهن برخی ها ایجاد شوی است که میگیم که امروز اهل سنت تابع مذاهب اربعه هستند. اینها چهار فرقه هستند، یکی حنفی و دیگر مالکی و دیگر شافعی و دیگر هم حنبلی. آیا این چهار فرقه اینها هم جزء فرقه ناجیه یا گروه ناجیه هستند یا خیر؟ جناب استاد، حقیقتا این بسیار سوال مهمی هست و سوال اساسی هست که برخی از بیننده ها شاید به ذهنشان شبهه ایجاد بشه پیرامون این بحث. حقیقتا جناب استاد اگر ما به آنچه که در حدیث هست مراجعه بکنیم این اشکال را برای ما جواب میده جناب استاد. حدیث را اگر شما جناب استاد ببینین و اگر یادتان باشه ما وقتی که حدیث را خواندیم که وقتی از رسول الله علیه السلام سوال میشه که رسول الله علیه السلام میگن فرقه ناجیه اینها کسانی هستند که بقیه وقت میگن که و تفترق امتی علی 73 مله كلهم فی النار الا مله واحده قال و من هي یا رسول الله قال ما انا علیه و اصحابی. حالا جناب استاد وقتی پیامبر علیه السلام میگن فرقه ناجیه کسانی هستند که بر راه و روش من و صحابه من هستند، حالا ما به سیرت صحابه نگاه میکنیم که آیا اختلافات فرعی داشتن یا نداشتن؟ کسی میتونه این را انکار بکنه که نداشتن؟ نه خیر. نمیتونه انکار بکنه. اختلافات فرعی در میان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین موجود بوده. پس این دلالت بر این میکنه که این حقیقتا اختلافات فرعی در باب فقهی یا در باب فرعی نمیتونه که این گروه یا فردی که مثلا مخالفت فقهی داره مخالفت فرعی داره او را داخل بکنه در غیر فرق ناجیه. پس بناهن مذاهب اهل سنت و جماعت، مذهب امام شافعی، مذهب امام مالک در باب فقهی هستند، مذهب امام احمد بن حنبل و مذهب حنفی و مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله و هر کدام از اینها در داخل فرقه ناجیه هستند. اینها را نمیتوانه کسی به هیچ عنوان خارج بکنه از فرقه ناجیه به خاطر که اسمشان تغییر کرده. ما وقتی گفتیم که خودشان را منتسب به هیچ کس نمیکنن به خاطر اینه که شافعی هم اهل سنته، انتساب نمیکنه خودش رو در باب عقیده و اصول به کسی. حنفی هم اهل سنته، مالکی هم اهل سنته و حنبلی هم اهل سنته و دیگر مذاهب اهل سنتی که به هر حال کسی از یک عالم غیر از این ائمه اربعه تقلید میکنه یا اتباع میکنه از غیر عالم غیر از این ائمه بزرگوار. به هر صورت مادامی که در باب فرعی باشه، در باب اصول و قواعد و کلیات اسلام نباشه، نمیتونیم ما به هیچ عنوان اینها را خارج بکنیم از فرقه ناجیه، بلکه اینها جزء فرقه ناجیه هستند و از فرقه ناجیه هستند و از اهل سنت و جماعت می باشند. چون گفتیم که خود حدیث صراحت به این داره که وقتی رسول الله علیه السلام میفرمایند ما انا علیه و اصحابی، دلالت بر این میکنه که خود صحابه میبینیم که با هم اختلافات داشتن و اختلافات موجوده و حتی در این مورد یعنی اشارات در برخی از کتب هم هست. مثلا کتاب امام شاطبی رحمه الله، کتاب الاعتصام از امام شاطبی رحمه الله که واقعا کتاب خوبیه در باب شناخت سنت و بدعت، که خوبه کسانی که میخوان در باب سنت و بدعت معرفت پیدا بکنن و بشناسن اهل سنت چه کسانی هستن، میتونن که از این کتاب واقعا استفاده بکنن. کتاب خوبیه. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. البته تلفن های برنامه را کارگردان عزیز ما زیرنویس کردن و بینندگان عزیز و گرامی میتونن در ارتباط و در چارچوب موضوعیت برنامه سوالاتشان مطرح کنن
و البته به مجردی که تلفن وصل میشه صحبت بکنن تا وقت خودشون و وقت ما را تلف نکنند. و اما جناب استاد فاتح، سوال دیگری که باز هم در اینجا شاید در ذهن برخی ها خطور کنه، خب این چیز بود، مسئله متبعین یا پیروان مذاهب چهارگانه بود. اینجا سوال میشه که خب حالا در هر کشور احزاب و گروه های مختلف اسلامی وجود داره، زیر اینام و زیر اونام، آیا اینها هم جزو فرقه ناجیه هستند یا مخالفین فرقه ناجیه هستند؟ حقیقتا جناب استاد این مشکله که ما نام فرق و نام گروه ها را امروز بگیریم، چون نیاز به این داره که انسان هر کسی خواسته باشه رد بکنه و به هر کس ردیه بده و او را از دایره اهل سنت و جماعت یا فرقه ناجیه خارج بکنه، نیاز به دلیل داره و این دلیل باید برگرفته از کتب خودشان باشه که آیا در کتبشان چی موجود هست چی نیست، انسان مطالعه بکنه و بعد از بررسی تمام بتانه که در مورد اینها به هر حال حرف بزنه که آیا این از فرقه ناجیه هست یا نیست. اما جناب استاد اگر یادتان باشه ما در این برنامه صفات فرقه ناجیه رو نقل کردیم و گفتیم هر کس بر این قالب برابر آمد از هر فرقه و گروه و مذهبی که میخواد باشه، خلاص ما میگن این فرقه ناجیه هست. ولی مادامی که فرد بیایه و بر این قالبی که ما گذاشتیم و بر این صفاتی که ما گذاشتیم بر او صادق نیایه و بر او برابر نیایه، بدون شک ما نمیتونین بگین این فرقه ناجیه هست. پس بناهن اگر خواسته باشین این به صورت نامبر جناب استاد کسی را ما متهم بکنین که آیا این از فرقه ناجیه هست یا نیست، این نیاز به معلومات دقیق در مورد این فرقه داره و معلومات دقیق در مورد این گروه و حزب داره و معلومات دقیق در مورد این مذهب فکری داره که ما بتانیم اینها را درست بررسی بکنیم. اگرچه در لابلای این برنامه بازسازی اندیشه اگر جناب استاد یادتان باشه چی بنده و چی غیر بنده، وقتی آمدیم بحث‌هایی را مطرح کردیم، مذاهب فکری و مکاتب فکری و مدارس فکری که امروز وجود داره در جهان اسلام و به خصوص در میان فارسی زبان ها، ما تک تک از اینها را گفتیم و اشکالاتشان را هم گفتیم. اشکالاتشان را گفتیم و گفتیم که اینها جزء اهل قرآن و اهل سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام نیستند و این کارشان مخالفه، این حرفشان مخالفه، این حرفشان خلافه، این حرفشان خوبه. همه اینها را جناب استاد ما به صورت تفصیل صحبت کردیم و این دیگر فرق و مذاهبی که امروز وجود داره غیر از اونهایی که ما حرف زدیم نیاز داره که جناب استاد ما در مورد آنها دقیق معلومات پیدا بکنیم تا بتونیم در مورد آنها حرف بزنیم. خب جناب استاد فاتح گرامی، اگر اجازه بدیم ببینیم که بیننده های عزیز و گرامی که پشت خط هستن اگر دوستان گرامی وصل کنن اولین بیننده را، اگر وصل هستن. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ بیننده گرامی سلام علیکم. بیننده بعدی فکر کنم بیننده قطع شد. بیننده بعدی وصل هستن، پشت خط هستین، بفرمایید بیننده گرامی. علیه سلام آقا جان. آقا جان ببخشید ما یک افغان هستم در جرمنی آمدیم، یک سال جرمنی آمدیم. بیننده گرامی، بیننده گرامی، بیننده عزیز، این شماره که به رحمت برمیت خیر خدا خیر است. مسئله شرعی از جرمنی آمدیم، پولم ندارم که جنگ بزنم، همین شماره همین فهمتری و به شبکه رحمت کرد، همین شماره برمیت خیر خدا خیر است. خب ما شمالی ببخشید خدا خیر ببینیم. سلامت باشین بیننده گرامی. مسئله شرعی خیر ببینیم. ما پیرمرد از کمک میکنم شماره رحمت برمیت همشری ما پیرمرد. خب خلاص انشالله شما یک 15 دقیقه بعد تماس بگیرین، انشالله در اختیارتان قرار میدیم. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر بیننده گرامی، خواهش میکنیم. خب میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ بیننده گرامی سلام علیکم. بیننده گرامی شما روی خط هستین، میتونین صحبت بکنین، خود معرفی کنین ابتدا. بیننده گرامی بفرمایین. لطفاً از طریق تلفن با ما در تماس باشین، صدای گیرنده تان رو ببندین. بفرمایید. خب از بیننده عزیز خواهش میکنم مجردی که وصل میشن صحبت بکنن و از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشن. بفرمایید بیننده گرامی شما وصل هستین. سلام علیکم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید شما وصل هستین.
خب من نمیدونم که مشکل فنی است. امروز کارگردانی عزیز برای ما توضیح بدن، چون بیننده وصل میشه دوباره قطع میشه. بیننده بعدی وصل هستن، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید خود معرفی کنیم بیننده گرامی. بیننده گرامی خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ صدای گیرنده تانه ببندین، صدای تلویزیونی تانه ببندین بیننده گرامی. خب من نمیتونم مشکل از اشکال از کجاست. بفرمایید بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی بکنین بیننده گرامی، از کجا صحبت میکنین؟ ما روح الله نیازی هستم، از کشور افغانستان در کشور ایران کار میکنین. به خاطر همین شبکه وسایل حق نگاه میکردم، زنگ زدم من. تشکر از شما. البته برنامه را دیدین. برنامه ما در ارتباط به گروه ناجیه یا فرقه ناجیه هستند که طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد بهشت میشن. اگر در این ارتباط سوال دارین یا گفتنی دارین در خدمت شما هستیم بیننده گرامی. باشه انشالله ما شب دیگه زنگ میزنم. ما امشب تشکر از شما بیننده گرامی. تشکر از شما. خیر الله. سلامت باشین. میریم سراغ بیننده بعدی. بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، شما اصل هستین؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ من حسین از آقای حسین، اگر میشه صدای گیرنده و تلویزیونتان رو ببندین و از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین. خب صدایتان قطع وصل میشه بیننده گرامی، موقعیتتان میشه تغییر بدین؟ خب بیننده گرامی فکر کنم که اشکالی هست، میشه دوباره تماس بگیرین. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. الو. و علیکم السلام. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ من از ایران تماس میگیرم. خود میشه معرفی کنین؟ علی هستم. آقای علی بفرمایید. ببخشید میخواستم درباره علمای اهل سنت درباره ظهور امام زمان بیننده گرامی آقای علی شما برنامه را مشاهده کردین؟ برنامه را دیدین؟ برنامه را موضوعش فهمیدین که موضوع برنامه چی است؟ نه موضوع نفهمیدم. همین الان تلویزیون روشن موضوع که نفهمیدین بیننده گرامی بگذارین که بیننده هایی که برنامه را دیدن در ارتباط با موضوع برنامه صحبت دارن، فرصت به اونا بدیم. شما در برنامه بعدی انشالله مشارکت داشته باشین. تشکر از شما آقا علی. سلامت باشین بیننده گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام، رحمت خدا بر شما صدای گرامی. سلامت باشین خواهر گرامی، بفرمایید در خدمت شما هستیم. برادر گرامی عزیز، سوال یا پیشنهاد دارم که یک گروهی از این مسلمانان هستند که از پدر را از پشت خود مسلمان هستند و از سنی هستند و اما این فرقه ناجیه را میگن که اینا بسیار سرسخت هستند و سخت هستند و سلفی هستند. اگر جواب از اینا را بدهین که اما تو که بسیار مردم را گمراه میکنن. صدا فامیل میشناسم که به می رقم میگن این بسیار اصلا ما براشون میگم علم ندارم، ما براشون میگم اصلی که الله امر کرده یعنی امر الله است. ما نمیتونیم که تغییر تبدیل بیاریم. اگر تو به نظر خود هستی به مردم را گمراه نکن. از راه مردم را گمراه میکنن، در محفل در مجلس میشینن و میگن که اینا بسیار سخت، رمضان بسیار سخت گرفتن، رمضان چرا در گرمی میایم، مال مردم چرا زکات بسیار تبصره میکنن، نمی سخنا را بسیار زیاد میزنن. اگر تشکر خواهر گرامی. اینا فکر کنم که اصلا مشکل عقدی دارن، اصلا از اسلام آگاهی ندارن. تشکر. انشالله جناب استاد فاتی جواب میتن. تشکر خواهر گرامی از تلفنتان. بیننده بعدی وصل هستین، بفرمایین. سلام علیکم.
بفرمایید، شما روی خط هستین بیننده گرامی. من میخوام صحبت بکنم با آقای فاطمی. آقای گرامی خود شما معرفی بکنین، بعدش اگر در ارتباط با موضوع برنامه صحبت دارین صحبت کنین. جناب استاد فاتح میشنون صدایتان. بفرمایید. من علی هستم از ایران. آقای علی بفرمایید، اگر در ارتباط با موضوع برنامه گفتنی دارین، سوال دارین، نظری دارین. الان جواب میدن، امشب جواب منو میدن. خب آقای علی، اینجا ما وقتی برنامه گذاشتیم به خاطر چی؟ اگر موضوعتان صحبتتان من می‌خواستم آقای گرامی ما آماده هستیم. اگر سوالتان در ارتباط با موضوع برنامه باشه آماده هستیم. موضوع برنامه است. من این فرقه ناجی میخوام سوال بکنم. بفرمایید. بله بفرمایید. سوال کنم. قول بنده اینه که آیه فاطر میفهمون که حدیث میارن از قول پیامبر که پیامبر فرمودن که فرقه ناجیه کسایی هستن که راه من پیغمبر و صحابه رو طی میکنن، راه میرن. به اصطلاح صحابه که راهشون مشخص، در راه پیغمبر هم مشخصه. ولی اینجا یه اشکال پیش میاد. بفرمایید. راه صحابه و راه پیغمبر، صحابه واقعی خب همون صحابه‌ای هستن که راه پیغمبر رو میرن، هیچ بحثی هم نیست. ولی اینجا از نظر خب شما از آقای گرامی، آقای علی گرامی، اجازه فرمایید، صحابه‌ای که حمله کردن به منزل عثمان خلیفه سوم، اینا صحابه بودن. صحابه‌ای که به اصطلاح جنگ جمل و وجود آوردن، اینا صحابه بودن. صحابه‌ای که به اصطلاح جنگ صفین و علی جنگیدن خیلیاشون، تکلیف این صحابه چی میشه؟ کدوم راه رو شما میفرمایید که ما بدونیم که اون صحابه‌ای که منظور نظر پیغمبر هست کدوم صحابه است؟ هر نوع صحابه رو که نمیشه راهش رو انتخاب کرد که خیلی کسایی که با حضرت علی جنگیدن صحابه بودن. تکلیف اینا چی میشه؟ شما اصلا این صحابه همون صحابه هستن که پیغمبر فرمودن؟ به طور دربست که راه صحابه راه پیغمبر، درست. تشکر از شما. هر صحابه رو نمیشه ما به طور دربست قبول بکنیم. تشکر از شما آقای علی گرامی، مطلبتون رو گرفتیم. تشکر میکنم از شما. قربان شما. سلامت باشین. سلامت باشین. خب بیننده بعدی وصل هستن، بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، شما وصل هستین، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، وصل هستین، شما روی خط هستین، مستقیما صحبت کنین، بفرمایید. خب مثل که تماس با بیننده برقرار نشد، میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین. سلام علیکم. سلام باشین. سلامت باشین بیننده گرامی، خود معرفی بکنین. از کجا صحبت میکنین؟ جاسم از احوال. آقای جاسم بفرمایید، در خدمت شما هستم. عزیزم این راجع ناشیه بله، بعد این مثلا اخبارشونه رافضی های اخبارشونه جزء این گروه هم. هدفتان چی از گفتین رافضی ها جزء این گروه هستند یا نه؟ درست است؟ همین که این فرقه 79 شیعه میگم این رافضی ها هم جزء همین گروه هم که اشاره کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. تشکر از شما عزیزم. تشکر از شما. تشکر از شما. خب استاد فاتح گرامی، فکر کنم که بیننده های زیاد پشت خط هستند. ابتدا البته ما اشکال داشتیم، اما وقت برنامه از 6 دقیقه بیشتر نمانده. من از تمام بیننده های عزیز و گرامی که عمل از پشت خط هستند، البته به نسبت اشکالی که وجود داشت از ابتدا نتونستیم صحبت هایشان داشته باشیم، معذرت میخوام. انشاءالله که در برنامه های بعدی صحبت های شما عزیزان را داشته باشیم. برنامه را ادامه میتیم و برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد فاتح گرامی. جناب استاد فاتح، ابتدا فکر کنم در ارتباط به توصیه خواهر ما یا خواهشی که خواهر ما کردن، گفتن بعضی ها که مسلمان های میراثی هستند، خود مسلمان میدانن. البته به ایده اشاره کردن که فعلا در اروپا زندگی میکنن یا در کشورهای
اروپایی زندگی میکنن، میگن تعریفشان از فرقه ناجیه است که این فرقه ناجیه فرقه گروه سلفی های سختگیر و متشدد هستند که دین را بر مردم سخت گرفتن و تشدد در حق مسلمانان روا داشتن. گفتن اگر توصیه یا نصیحت برای این گونه اشخاص داشته باشیم. حقیقتا جناب استاد این افراد به دو گروه تقسیم میشن. یک گروهی هستن که از روی فهم و اندیشه این حرف میزنن که اینها واقعا بی‌انصافن و واقعا ظلم میکنن در حق مسلمان ها با نسبت دادن همچون حرفا. اگر قرار باشه که اتباع دین و پیروی کردن از دین سلفیت یا وهابیت یا این و آن و تشدد و افراط و این موضوعات باشه، پس لابد یک فرد مسلمان این حرف نمیزنه، چرا که لابد باید بگه که قرآن هم کتاب افراط نعوذ بالله و پیامبرم صلی الله علیه و سلم متشدد بودن. عمل به دین تشدد نیست جناب استاد، بلکه زیادت بر دین تشدده. این یک فرقی که در برخی ها نمیفهمن، فکر میکنن که همان تمسک تشدده، یا فکر میکنن که تمسک یعنی تعصب، در حالی که این دوتا با هم فرق میکنه. تمسک یعنی این که چسبیدن و گرفتن و محکم گرفتن کتاب الله و سنت پیامبر در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و از هر نظر، این را میگن تمسک. و این چیزی که قرآن کریم برای ما گفته و اسلام برای ما گفته نمیتونه جناب استاد به عنوان تعصب باشه که ما قول الله و قول پیامبر وقتی عمل بکنیم به این بگن تمسک. مثلی که خواهر ما اشاره کردن که میگه والله رمضان امسال هوا گرمه. بابا جان رمضان چنانچه قرآن کریم میگه در سوره مبارکه توبه، الله سبحانه و تعالی این شهرها را که قرار داده، رمضان نام ماه، رمضان ماه، نام این ماه. نمیشه که رمضان بیارن برج ثور یا ببرن برج جوزا یا ببرن برج سنبله یا ببرن به ماهایی که به هر حال در ایران حساب میشه به اونها ببرن، نمیشه. خب این ماه رمضان ماهی که قرآن کریم الله میگه که شما شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الی آخر، میگه که فمن شهد منکم فلیصمه، کسی که شهر این ماه مبارک را دریافت یعنی ماه رمضان را، آن را روزه بگیره. نگفته که ماه حمل را روزه بگیره، ماه دیگر را. این برجها با ماهای قمری فرق میکنه جناب استاد. وقتی قرآن کریم رمضان میگه، این تشدد نیست که فردی بیاد در رمضان روزه بگیره. این تشدد نیست، چی گرم باشه چی سرد باشه مجبور فرد مسلمان روزه بگیره. پس جناب استاد اینها باطینی ها هستند. اینها باطینی هایی هستند که در لباس مسلمان و در لباس اسلام داخل شدن و از این طریق میخواهند مسلمان ها را بزنن. و اما برای خواهر عزیزم و دیگر برادران و خواهران ما که این حرف ها به اونها گفته میشه، باید بگم که اگر این حرف را برای تو گفتن متوجه باش و این را بدان که به رسول الله علیه السلام بدتر از این گفتن. به رسول الله علیه السلام دیوانه گفتن، به رسول الله المنحرف گفتن، به رسول الله صلی الله علیه و سلم جادوگر ساحر گفتن و از این قبیل حرفا. اینها عادیه جناب استاد. ما وقتی اگر یادتان باشه در لابلای ممیزاتی که در باب این مردم یعنی فرقه ناجیه نقل کردیم، گفتین ولا یخافون لومة لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده نمی ترسن اینها. و الله متعال اینها را وقتی در قرآن تعریف میکنه، مؤمنین واقعی را میگه که ولا یخافون لومة لائم، اینها یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، اینها جهاد میکنن در راه الله و در راه الله سبحانه و تعالی آنچه که در توان دارن تلاش میکنن. اما وقتی میگن تلاش میکنن، منظوری نیست که جهاد قتال رو ما نفی بکنیم. منظور من اینه که به صورت کلی اگر بگم هر نوع تلاشی که از دستشان بیاید در راه خدا اجرا میکنن، ولا یخافون لومة لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده هراس ندارن. این حرفا طبیعیه جناب استاد. امکان نداره که کسی بر علیه انسان حرف نزنه، امکان نداره کسی بر علیه انسان موقف نگیره، امکان نداره کسی بر انسان تهمت نزنه. وقتی تو در راه خدا قدم گذاشتی، راه پرخاری، مجبور این خارها رو لگد کرده بری. پس جناب استاد گرامی، یایی عده از معاندین هستند که دچار انحراف عقدی و اما قسم دیگر جناب استاد، یا که قسم دیگر اینها مردمی هستند که نمیفهمند. بیچاره اگر دو کلمه برایش بگی که این حرف نیست، نه وهابیت و نه سلفیت، این اسلام، این اسلام قرآن سنت پیامبره، آیا قبول میکنی یا نه؟ آن وقت میگه والله من در اشتباه بودم. و خیلی اتفاق افتاده جناب استاد، خیلی اتفاق افتاده. پس باید با این گونه افراد با نرمی برخورد، حتی با این مردم دیگه هم انسان با نرمی برخورد میکنه تا مادامی که اینها اوج نگرفتن. وقتی اوج گرفتن باید با تندی جواب اینها داده بشه و رد داده بشه. تشکر جناب استاد فاتح. البته 2 دقیقه بیش از وقت برنامه نمانده. آقای علی که از ایران سوال کردن، گفتن رای پیغمبرم مشخص و رای صحابه مشخص و اما ما می‌خواستیم از ایشون سوال کنیم که شما به صحابه باورمند هستین که صحابه رای پیغمبر
تعقیب کردن و پیروی رای پیامبر بودن و اتباع از رسول الله کردن، یعنی اصلا اینا خودشون خود صحابه را خیلی خوب جناب استاد، یک سوال الزامی میکنم از این برادر اگر بار دیگه زنگ زد. خیلی خوب، آیا ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم و علی، خود علی و حسن و حسین در قتل حضرت عثمان دست داشتن؟ اگر دست نداشتن آیا شما رایشان را قبول میکنی؟ خب دست نداشتن، اونها قبل از حضرت عثمان فوت کرده بودن. ابوبکر و عمر قبول داری؟ یک سوال الزامی. اگر بگه بله، خب مذهب شیعه برباد میره، مذهب رافضی برباد میره. اگر بگه نه، خب پس اینجا چرا تناقض داری؟ باز از جهت دیگر جناب استاد، ما قضیه‌ای که خوارجی که بر خانه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حمله کردند، آنهایی که جنگی که میان حضرت علی رضی الله عنه و طلحه و زبیر و عایشه رضی الله عنهم اتفاق افتاد و جنگی که میان معاویه رضی الله تعالی عنه و میان حضرت علی اتفاق افتاد، جناب استاد اینها حقیقتا جنگ هایی بود که ما بارها در این مورد در همین برنامه حتی گفتیم که بر اساس همان دسیسه بازی عبدالله ابن سبع یهودی بود و بر اساس دسیسه سازی بود که بر علی عثمان رضی الله تعالی عنه، از بس که حرفهای زیاده گفتن و حرفهای گفتن غیر قابل قبول و حرفهای گفتن دروغ و تهمت زدن بر عثمان رضی الله تعالی عنه و گروهی را جمع کردند و آوردند به مدینه و به خانه حضرت عثمان حمله کردند. و همچنین در جنگ صفین و جنگ جمل وقتی شما نگاه بکنید جناب استاد، در پشت صحنه کاملا واضحه که چی کسانی در پشت هستند. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، در پایانی برنامه از شما تشکر میکنم و در این برنامه بیننده های عزیز و گرامی به صفات و ممیزات و مشخصات فرقه ناجیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را در حدیثی که روایت شد اهل جنت خواندن در این برنامه توضیح داده شد و صفات را ما در خلال برنامه چند بار تکرار کردم و در دقایق البته وقت دیگر نیست. ما از تک تک شما عزیزان و گرامیانی که تا این لحظه با ما بودین از شما اظهار سپاس و امتنان دارم و از بیننده های عزیز و گرامی که نتونستیم در این برنامه مشارکت ایشان را داشته باشیم، صدای ایشان را داشته باشیم، از ایشان معذرت میخوایم و انشالله در برنامه های آینده وقت بیشتر به ایشان داده خواهد شد. از همه شما تشکر، تا دیدار و برنامه دیگر همه شما را به خداوند یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.